چیزی که امشب آوردم در موردش صحبت کنم و فکر میکنم تا الان هیچ وقت هیچ کس انجام نداده باشه، یعنی من که حداقل تو این کار هستم ندیدم. امشب براتون یه سند ازدواج آوردم و میخوام کامل در موردش براتون صحبت کنم که چی هست، شامل چه بخشایی میشه و هر کجا چی نوشته و به چه دردی میخوره. من محمد هستم، کارمند دفتر رسمی ازدواج و طلاق و دانشجوی رشته حقوق. قرار بود توی سلسله صحبت‌هایی در مورد مسائل حقوقی قبل از ازدواج صحبت کنیم که برای اینکه اطلاعات بیشتری داشته باشید میتونید 2 کلیپ قبلی رو ببینید. این 3مین کلیپ ماست و من میخوام وارد کلیات سند ازدواج بشم و اینجا سند ازدواج رو کلا براتون توضیح بدم. تو دل این کلی حرفای حقوقی هست و خیلی میتونه ذهن شما رو آشنا کنه با اتفاقاتی که توی ازدواج و مسائل حقوقیش میفته. تقریبا از 2 سال پیش سندهای ازدواج عوض شدن. توی اخبار هم اعلام کرد اگر دیده باشید. اون سندهای دفترچه‌ای نوستالژیک که من نمونهشو با خودم نیاوردم الان، رفتن کنار، هممون دیدیم اونا رو و تبدیل به کاغذ شد. یه سری خوبی‌ها داشت، یه سری بدی‌ها داشت که توی یکی از ریلزها توی اینستاگرام در موردش صحبت کردم. حالا اگه دوست داشته باشید میتونید تو پیج اینستاگرام اونو ببینید. ولی از این خیلی ها هنوز اطلاع ندارن که اصلا این مدلی شده و هنوز خیلی از عروس و دامادایی که میان دفتر با خوشحالی دنبال اون دفتره میگردن و اون دفترچه میگردن و مثلا فکر میکنن هنوز هست و از اینکه یه دفعه 4 تا کاغذ میذاریم جلوشون و میگیم این سند ازدواج شماست شوکه میشن و یخ میزنن. خیلی تو ذوق بعضیا میخوره، خیلی انگار ازدواج کردم واسه اون سندا. خب بریم سر این کاغذها و این توضیحاتی که باید بهتون بدم. ببینید یه جایی که میگن ماهیت ازدواج یک نوع قرارداده، شاید اون قرارداد بودنش رو با دیدن این 4 تا صفحه سند کاملا درک کنید که چرا خیلی ها میگن ازدواج یک نوع قرارداده. یعنی انقدر باش احساساتی برخورد نکنید. این یه بخشی از منطقتون رو باید به صورت جدی فعال کنید و به این درک برسید که این ازدواج یک نوع قرارداده که ما داریم می‌نویسیم و حائز اهمیته. اصلا یکی از علتایی که من این دوره رو شروع کردم بابت این بود که دلم میسوخت از اینکه حتی خودم قدیم همینجوری بودم. ما وقتی می‌خواستیم بریم یه موتوری بخریم، یک ماشین بخریم و می‌خواستیم یک قراردادی بنویسیم، حتی خیلی چیزای کوچیک‌تر و کم اهمیت‌تر از این، با صدها نفر مشورت می‌کردیم ببینیم جای اشتباه نکنیم، اتفاقی نیفته، کم و زیادی نشه و اینها. ولی الان چیزی که می‌بینیم خیلی راحت آقایون میان تعداد خیلی بالای سکه رو می‌نویسن، امضا می‌کنن، در صورتی که اصلا ندارن اون مال رو. من نمیخوام ایراد بگیرم به این که آقا مهریه زیاد بده، ولی وقتی تو نداری یه عددیو نباید در موردش صحبت کنی یا باهاش قرارداد بنویسی. این کار خیلی اشتباهیه. یا حتی خانم ها میان حقوق خیلی زیادی رو واگذار میکنن از خودشون به یک شخص دیگه ای بدون اینکه اطلاع داشته باشن دارن چی کار میکنن. این نقص خیلی آزاردهنده بود و اصلا علت اصلی شروع این دوره، همین دوره فشرده اطلاعات حقوقی قبل از ازدواج، به خاطر همین بود. خب خیلی دور نشیم، تو حاشیه نریم، بریم سریع سر اصل مطلب. این سند رو ما به تاریخ 17/9/1404 صادر کردیم توی دفتر. برای عروس دامادی بوده که دختر خانم سابقه قبلی ازدواج نداشته و همینطور آقا هم اولین بارش بوده که ازدواج میکرده. سن خیلی زیادی هم ندارن. من به خاطر اینکه محرمانگی اطلاعاتشون حفظ بشه مشخصاتشون رو خب ماجیک گرفتم و روشون ماجیک کشیدم که خیلی مشخص نشه و حالا خودم هم حتی تاریخ ازدواجشون نمیدونم، ولی فکر کنم دوره مثلا متولد 77 78 و اینها بودن. آره سنی نداشتم. خب 4 برگ داره این سند به شکل مدرن، 4 صفحه آچار شده الان چیزی که دست منه، همونطور که میبینید که پایینش نوشته صفحه 1 از 4، 2 از 4، 3 از 4 و 4 از 4. پایین تمام این قراردادها یک اثر انگشت یکسان و اسم یکسان نوشته شده. اینجا اون کسایی که امضا کردند به تعداد اونها کادر ایجاد شده و از هر کسی توی سیستم اثر انگشت گرفته شده و مثل قدیم اینجوری نیست که شما بند به بند هر به اصطلاح شرطی رو یا هر موضوعی رو امضا کنید. در واقع دیگه توی سیستم جدید که سند هم حذف شده، اون دفترهای بزرگ هم حذف شده، توی سند جدید شما فقط
اثر انگشتتون ثبت میشه و اسمتون نوشته میشه و توی نسخه دیگه که به اسم نسخه پشتیبان هست و توی دفتر خونه میمونه امضا میزنن. یعنی فقط 4 بار امضا میکنن در واقع، یعنی یا 3 بار امضا میکنن، چون نسخه یک صفحه از این کمتر داره. 3 بار امضا میکنن کل مفاد قرارداد، یعنی هر چیزی که از این بالا تا پایین نوشته شده، سند از این بالا تا پایین نوشته شده با یه دونه امضا توی نسخه پشتیبان تموم میشه. قبلا بند به بند اینها رو امضا میکنن، یه چیزی حدود 33 تا امضا بابت هر ازدواج تو دفتر بزرگ و یه چیزی حدود 30 تا امضا هم توی سند ازدواج. یعنی عروس و داماد هر کدوم نفری 60 تا امضا تقریبا تو روز عروسیشون انجام میدادن، که الان این تبدیل شده به 3 تا امضا تو سندهای جدید. از سند اول شروع میکنیم. اینجا بالای تمام برگ‌ها یه چیزایی توی تمام این صفحات مشترکه. یه دونه‌ش همین اثر انگشت و اسمشون بود که این پایین نوشته شده، که کمترین امضا اینجوریه که 2 تا امضا برای سردفتر و اون کسی که خطبه عقد رو میخونه اینجا گذاشته میشه یا اثر انگشت 2 تا جایگاه، یه دونه برای عروس، یه دونه برای داماد و 3 نفر شاهد. اگر پدر دختر خانم هم در قید حیات باشه اون هم یه دونه به عنوان ولی، یعنی پدر دختری که هنوز ازدواج نکرده. حالا این میتونه بسته به موردها باشه یا نباشه. پدر دختری که ازدواج نکرده باید به عنوان ولی اینجا نوشته بشه و اثر انگشتش توی سیستم ثبت بشه. اگر خانم 1 بار ازدواج کرده باشه و یا پدرش فوت کرده باشه با گواهی فوت و اینها، این گزینه حذف میشه و نیست. صفحه اول بالا سمت راست یه چیزی نوشته، یه نکته نوشته با احراز هویت زوج و زوجه در صحت شرایط ازدواج کلیه مندرجات این سند با رعایت تمام اصول و مقررات و ضوابط قانونی و مراعات کلیه موازین. اینجا حالا تاکید کرده که مثلا این سند با احراز هویت انجام شده و صحت اون مورد گواهی و تاییده. پایینش هم یه جای امضا و مهر گذاشته که مربوط به سردفتره، یعنی سردفتر تایید میکنه که این اشخاصی که اینجا اسمشون نوشته شده احراز هویت شدن و من سردفتر میدونم که برای چه کسی سند تنظیم کردم. این مهر امضا بالای هر 4 تا برگ هست. سمت چپ بالا یه شناسه سند داره. این شناسه سند شناسه یونیکه که کارو نسبت به اون روش سنتی خیلی راحت کرد. یعنی اگه الان یک عروس و دامادی سند ازدواجشون رو گم کنن به هر دلیلی، یا دسترسی نداشته باشن یا یه نفر سند داشته باشه و یکی نداشته باشه، با این شناسه سند میشه مستقیما تو دفترخونه سرچ کرد و اون سند رو دوباره گرفت. گرچه با اطلاعات دیگه هم میشه، ولی این شناسه سند یه شناسه‌ایه که خیلی جاهای دیگه به درد میخوره. مثلا الان وام ازدواجو که میخوام بگیرن با همین شناسه سند توی سامانه ثبت احوال، یعنی وجه اشتراک مشترک ادارات مختلف میشه. شما شناسه سند رو اگر توی بانک سرچ کنید یا توی سیستم ثبت نام، سند شما رو از ثبت احوال تحویل میگیره و طبق اون شما برای وام اقدام میکنید. اگر سازمان دیگه هم نیاز داشته باشه اطلاعات ازدواج شما رو، میتونه با همین شناسه سند این اطلاعات رو از ثبت اسناد کشور یا ثبت احوال کشور تحویل بگیره. این نکته رو هم تا یادم نرفته بگم، زمانی که یک سند ثبت میشه از طرف سازمان ثبت که دفاتر ازدواج زیر مجموعه سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور هستن، این سند برای ثبت احوال به صورت آنلاین در لحظه ارسال میشه. این هم یکی از مزیت‌های سند جدیده. قبلا اینجوری نبود، چون کاغذی بود. خود دفاتر باید طبق یک شرایطی و حالا سیستمی و ترتیبی اینا رو اعلام میکردن به اداره ثبت. یعنی شما تا اداره ثبت احوال میخواست بفهمه که یک نفری با هم 2 نفر با هم زن و شوهر شدن یک زمان زیادی رو میبرد اونها اگر میخواستن اقدام میکنن برای اداره بیمه جای مختلف. ولی با این سیستم در لحظه و برخط اطلاعات سند برای اداره ثبت احوال ارسال میشه و هر اداره دیگه‌ای که به اطلاعات ازدواج شما نیاز داشته باشه میتونه از ثبت احوال اونها رو تحویل بگیره. بعد از اون رمز تصدیق هست که حالا توی سندها کلا این یه نوع رمزنگاری شده، چیز رمزنگاری هست برای یه سری استفاده ها و استعلام گرفتن ها. اینجا تاریخ وقوع ازدواج داریم و تاریخ ثبت ازدواج، یعنی تاریخی که ازدواج شما اتفاق افتاده و تاریخی که ازدواج شما ثبت شده. غالبا این 2 تا تاریخ یکیه، ولی موردهایی داریم که الان اینجا نیاز به توضیح نداره، چیز اضافه است. بعضی هستن تاریخ وقوع ازدواجشون و تاریخ ثبتشون با هم متفاوته.
مثال خیلی سادهش اونایی هستن که مثلا از دادگاه نامه میگیرن که ما ازدواجمون به صورت عادی ثبت شده. اونها حالا تاریخشون با هم فرق میکنه. و یک شماره ترتیب، این شماره ترتیب آخرین شماره ازدواج ثبت شده توی اون دفترخونه است. اون شماره ترتیب همون بالا نوشته شده که دفاتر اکثرا کارهاشون رو با همین شماره ترتیب انجام میدن و دنبال یه سند میگردن. و سمت چپ هم نوشته شده که سند ازدواج دائم و آدرس دفترخونه و مشخصات دفترخونه و شمارش رو نوشته شده. وسط توی کاج بزرگ نوشته سند ازدواج و بالا هم نوشته قوه قضاییه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشوری، سازمانی که تمام دفاتر ازدواج زیر مجموعه اون هستند. دفاتر ازدواج، دفاتر طلاق و دفاتر اسناد رسمی از دفترها و از شغل‌هایی هستند و کارهایی هستند که زیر نظر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور کار می‌کنند. حالا اینجا بالا یه سند، یه تیکه متن حالا عارفانه عاشقانه نوشته شده، زیباست، من نمی‌خونم برای که وقت گرفته نشه. اینجا کادر به دو قسمت تقسیم شده. یه بخش مشخصات زوجه که همون عروس میشه، اون خانوم میشه، و سمت چپ مشخصات زوج که مشخصات آقاست. نام خانوادگی، کد ملی، تاریخ تولد، نام پدر، نام مادر، شماره شناسنامه، محل صدور شناسنامه، سریال توی شناسنامه، اون عدده هست گوشه شناسنامه به قرمز نوشته شده. این به خاطر اینه که کسی نتونه با شناسنامه المثنا یا شناسنامه کسی دیگه این کار رو انجام بده. کد پستی منزل، تلفن ثابت، تلفن همراه، دین، مذهب، تحصیلات، شغل و تابعیت و تعداد دفعات قبلی ازدواج طبق شناسنامه اینجا نوشته میشه. اگر باشه که حالا توی مورد ما نداشتیم، هر دو تا صفره. اینا هر دو مجرد بودن، سابق ازدواج هم نداشتن. و اینجا طبق اظهار نظر زوجین، آیا زوج همسر دیگری دارد یا نه. اینجا سوال پرسیده که تو بخش زوج هست. این تنها تفاوت مشخصات بین زوجه و زوج است. همه اینایی که گفتم اونورم هست. اینجا پرسیده که آیا اظهار نظر خودشون میدونستن که زوج همسری داره یا نداره. اگر نداشته باشه که اینجا نوشته میشه خیر، و اگر زوج همسر دیگری داشته باشه و داره برای بار دوم ازدواج میکنه، اینجا نوشته میشه بله. آدرس زوج و زوجه رو اینجا نوشته و این طرفین قرار دادن دیگه، یعنی طبق اون مسئله که گفتم سند اینو قرار داده. این دو تا طرف قرار داده، یه دونش زوجه است، یه دونش زوجه. صفحه اول تموم میشه. اینجا هم امضاها طبق روتینی که بهتون گفتم توی تمام صفحات هست و این شد کل صفحه اول سند ازدواج. میریم سراغ صفحه دوم. صفحه دوم حالا توی چاپ یه جوری شده که این فضا خالی افتاده، برای همین شده 4 صفحه. سند میتونه تو 3 صفحه هم صادر بشه، بسته حالا به اون طرح شده. تمام اون تکرارهای بالا هست، تمام اون امضاها و سرانگشت‌های پایین هست. اینجاست بعد از این مسئله طرفین قرارداد وارد بحث صداق و نحوه پرداخت شده. صداق همون مهریه است. مهریه به صورت کامل اینجا با تشریفاتش نوشته شده و این ملاک اتفاقات و تصمیم گیری هایی هست که بعداً توی دادگاه یا مراجع مختلف نسبت به مهریه انجام میدن. اینجا 2 مورد نوشته شده. یک جلد کلام الله مجید، یک شاخه نبات، نمک طعام به هدیه 200,000 تومان. هر چیزی که در مهریه نوشته میشه باید براش یک مبلغی هم مشخص بشه. مثلا شما اگر بگید یک شاخه گل، باید دقیقاً مبلغ اون هم مشخص بشه، مگه اینکه تعداد خیلی زیادی بخواید. حالا اون شرایط دیگه ای داره. زیاد نمیخوام وارد این حاشیه ها بشم، کلا میخوام فقط بدونی تو سند چی نوشته شده. یه دونش اینجا که اصطلاحاً بهش میگیم تبرکن برای تبرک سند و مثلا خوشیمنی سند، این چند تا رو مینویسند: یک جلد کلام الله، یک شاخه نبات، نمک طعام به هدیه 200,000. مورد شماره 2 نوشته شده که 313 عدد سکه طلا تمام بهار آزادی و یه گزینه هم موقع ثبت سند هست که نحوه پرداخت رو هم باید مشخص کرد. اینجا چون نحوه پرداخت عند المطالبه بوده، اینجا هم نوشته شده
و قید شده که 313 عدد سکه تمام بهار آزادی طرح جدید می باشد. یک دعوایی تو دادگاه قبلا بود که سر سکه جدید و قدیم. این نفر میگفت مهریه من سکه قدیمه، آقا میگفت سکه جدیده. و به خاطر این اختلاف گفتن که دفاتر اینو هم باید اضافه کنن به سند. دیگه این صفحه چیزی نداره، میریم برای صفحه سوم. و اما صفحه سوم. صفحه سوم بعد از نوشته شدن، یک بار دیگه مرور کنیم، بعد از طرفین قرارداد یا طرفین سند در صفحه دوم مهریه رو داشتیم و در صفحه سوم شرایط ضمن عقد رو داریم. اون شرایطی که اون شروطی که زن و شوهر موقع ازدواج با هم دیگه اینها رو بستن و صحبت کردن که چه جوری باشه. توی ایران و توی ثبت ازدواج، توی دفاتر ازدواج 12 تا شرط به صورت پیش‌فرض نوشته شده که اکثرا این 12 شرط رو قبول دارن. برای این یک ویدئوی جداگانه حتما درست میکنم و میذارم، یه بخشی از خیلی مهمی از داستان ازدواج که این 12 شرط چیا هستن و اگر شما بخواید تغییر بدید و یا چیزی اضافه کنید اون وقت میتونید این کار رو انجام بدید، ولی این 12 تا رو پیش‌فرض ناگفته نمونه. شما میتونید هر کدوم از این شرط ها رو هم اگر قبول ندارید اینجا بگید دفتر خونه قید کنه، هر کدوم هم قبول دارید و که هیچ مثلا ول کنید باشه دیگه. اینم شد صفحه سوم سند ازدواج. چیز دیگه ای نداره، همه اون بالایی ها هست، تمام پایینی ها هست و بریم برای صفحه چهارم و صفحه آخر. اینجا فرمت به همون شکله. اطلاعات مربوط به گواهی سلامتی، یعنی اون آزمایشگاهی که قبل از که بیاید دفتر خونه باید برید انجام بدید و اطلاعاتش اینجا می‌نویسه که تو چه تاریخی، تو چه مرجعی، تو کجا بوده و شماره گواهیش هم چنده. اینو اطلاعاتش رو اینجا می‌نویسن. بخش بعدی مشخصات ولی زوجه هست، یعنی اگر پدر عروس اینجا نوشته بشه توی سند قرار باشه وجود داشته باشه، مثل دختر مجردی که قبلا ازدواج نکرده، به عنوان ولی زوجه اینجا مشخصات شماره ملیش، اسمش و تاریخ تولدش اینها رو می‌نویسن. و بخش سوم این صفحه بعد از آزمایشگاه پدر عروس یا پدر زوجه مشخصات شهوده به تعدادی که شاهد باشه اینجا اسامیشون نوشته میشه، اینها شاهد اون ازدواج و اون ثبت سند بودن. اسم شاهدها اینجا نوشته میشه و اینجا هم هزینه‌های قانونی ثبت این سند رو نوشته، از حق و تحریر، هزینه اعلام به ثبت احوال، جمع کل هزینه و اینکه هر شرط اضافه‌ای که توی این صفحه سوم شروط اضافه بشه یه هزینه 400,000 تومانی داره. 4 میلیون ریال نوشته اینجا که اضافه میشه بابت هر شرطی که شما توی این سند اضافه کنید. کلیات سند ازدواج اینی بود که براتون گفتم و چیزی بیشتر و کمتر از این نداره. اینجا یک سری صحبت‌ها و تغییرات توی بخش شرایط داریم، توی بخش مهریه داریم که این دوتا بخش حقوقی ترین بخش سند ازدواجن و اینها رو انشالله توی کلیپ دیگه‌ای براتون چیزهایی رو که براتون توی این سند توضیح دادم بعداً به دردمون میخوره و بعداً که در مورد مهریه داریم صحبت میکنیم دقیقاً متوجه میشید در مورد کدوم بخش از سند ازدواج داریم صحبت میکنیم، یه سند شامل چه چیزهایی میشه. اینو به عنوان بیس بحث در نظر بگیرید. کلیپ های بعدی جذابتره، در مورد بخش های مختلف اینها به صورت کامل صحبت میکنیم. موفق و پیروز باشید.